شبکه اطلاعاتی افغانستان اینترنشنال شام 15 مای سال 2022 با تکیه به منابع در شمال افغانستان درباره تیرپرانی‌های نو شدید در مرز افغانستان با تاجیکستان خبر داد. منابع محلی در شمال افغانستان میگویند مرزبانان تاجیکستان و نیروهای طالبان شنبه 14 مای در مرز مشترک در نزدیک شیرخان بندر به مدت 4 ساعت درگیر شدند. گفته می شود در خبر به گفته این منابع درگیری پس از تنش لفظی میان نیروهای طالبان با مرزبانان تاجیکستان روی داده. اول طالب‌ها تیراندازی کردند. می افزود افغانستان اینترنشنال شیرخان بندر در روبروی 5 پایان جایگیر شده است. این بزرگترین گذرگاه در مرز تاجیکستان با افغانستان به شمار می رود. تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان و نمایندگان طالبان این خبر را شرح ندادند. این علاقه دومین تیرپرانی در مرز تاجیکستان و افغانستان در یک هفته آخر است. یادآور میشویم روز 7 مای از حدود ولسوالی خوجه غور ولایت تخار به طرف مرز تاجیکستان 7 موشک انداختند. گروه تندرو خراسان شاخه شرقی داعش مسئولیت آن موشکباران قلمرو تاجیکستان را بر دوش گرفت. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 8 مای در یک اظهارات به قلمرو این کشور اصابت کردن گلوله‌های از خاک افغانستان اندوخته شده را تصدیق کرد، ولی گفت این تیرهای بود که در جریان زدخورد بین قوه‌های طالبان و داعش در منطقه خوجه غور تصادفاً به حدود تاجیکستان گذشتند. ولی با این وجود دوشنبه گفت جزء تام‌های قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را به حالت آماده باشی پوره جنگی گذرانیده شدند. تاجیکستان با افغانستان 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد. این مرز قد دریای پنج و امودریا کشیده شده است و به دلیل ریلیف مرکب کوهستانیش مشکل حمایت دانسته می شود.